تابستان یه جمله بلند که بتونی یه نفر تو سوال کنه. یه بار عالیه بچه‌ها، هر کسی رو دیدید رسیده به یه جای استواری که خوب داره جواب میده و خوب پیش میرید، عوض کنید نفر بعدی. خیلی تمرین مهمیه. کی شروع می‌کنه؟ از کی می‌پرسید؟ از راهیل بپرسید. تو شروع کن. لباسم چه رنگی؟ راهیل. لباسم مشکیه، رو شکر بنفشه. نفر بعدی سریع نذاره جواب بده. تا داره سوال میکنه جواب میده سوال داره. عالی. آفرین برو. دوست داری که لباس صورت باشه؟ بذار بس جواب اینو بده بعد. حالا گوشوارم چه رنگه؟ صندلی اینجا دیگه صندلی از آره من نمیتونم. من برنگی دوستم. خب قرار بود یک لباسی رو کار بکنیم تا جایی که میشه زیبا و بلند باشه. هست؟ وقتی میگیم زیبا یا بلند یا و بلند باشه، آیا منظورمون اینه که زیباتر از بقیه باشه و بلندتر از بقیه؟ نه. از صفت تفصیلی ما استفاده نمی کنیم. تر و ترین. وقتی استفاده نمی کنیم میگم تا جایی که میشه بلند، تا جایی که میشه زیبا. اینجا یعنی من جلوی رقابت شما رو گرفتم. نمیشه دیگه بپرید به هم، از رو هم اسکی رفتیم، از رو هم فلان شدیم. بنابراین من اصلا نگفتم بلندتر یا زیباتر که شما وارد رقابت میشید. برید سراغ بقیه. یکی اوت شد، دلش کنید. سراغ بقیه. برو بریم. یه تماشاگر براتون دست زد.